سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. نعیم هستم، راوی بازیتم. امیدوارم بازی خوبی رو براتون روایت کنم. اینجا ببخشید وی آی پی روز زدیم. سناریوی بازپرس 10 نفره براتون ران میکنم. که آسه امیدوارم بازی کاملا پرفکت و فیر رو داشته باشه. بچه‌ها 10 دوست عزیز دستوراتون رو بدید یا این بالا. بفرمایید شماره یک بازی روز ما. بازی های مازیار. سلام دوستان، شهروند شهر تو مازیار صدا کنید. آقا بین پویا شاتوری و سینا که بغل همه قبول داره یکی باید بره بیرون، اینا 20% هم شارژ دارن. بعد یه چیز گفت آجی با نقشاتون کنار بیاین. چیه با نقشاتون کشتی میگیریم مگه؟ یعنی چی با نقشاتون کنار بیاین؟ وای خدا بشم. خب سلام بچه ها، من شیدا، امیدوارم بازی خوبی باشه. تارگت میزنم به سینا، گردنش میگیرم. نکس. سلام بچه. اسرائیل محمد امینم، خوشحالم از این کنارتون بازی میکنم. مثلا برایندی که از اون دوتا تازه خوشحالتر از اونم هستم که بازی رو براتون ران کردم. یه ادمینم اگه رو مایک هست که ببخشید من رانش کردم. حالا کار با اینا نداریم. شیدا مافیاس. نکس. احسن به شیری که تو را خورد. بچه یه لحظه اجازه بدید موتور بره، موتور بره. من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. سینام خیلی خوشحالم تو جمعتونم. امیدوارم که بازی خوبی داشته باشید. بچه من شهروندم. 6 تا شهروند تو این بازی به جز من هست. خاطر جمع، خیال راحت، با فکر آسوده بیس بازیشو میبنده رو شهروندی من. فردا رای میده خانم شیدا از بازی میره بیرون. الهی دورت بگردم چقدر تو مافیا میشی. سینا مافیاس. نکس. سینا چرا مافیاس؟ نکس. فردا که مازیارم مشکوک بود. آقا مازیارم مشکوک بود. فرار از مایک داشتی مازیار. کاری ندارم، برآینده تو رو میذارم، ولی فردا شیدا میره بیرون به ساید من. ببین شیدا، تو اگه شهروند شده باشی بعد این همه دست مافیا شدن، یعنی چی سینا مافیاس؟ نکس. به غیر از اینکه یه فرار رو به جلو باشه این حرکت تو، اصلا رفتار شهروندی نبود. من کاری ندارم به من تارگت زدی یا من دارم تو رو بررسی میکنم، یعنی رفتار تو رو دارم توی ترن معارفه رو مایک دو بررسی میکنم. همین. نمیتونی تو شهروند شده باشی، نمیتونی. آقا با نقشتون راضی باشید بچه ها. یعنی چی؟ یعنی یه نفری که همیشه مافیا میشه بازم مافیا شده. اینم فکت دیگه. خوبه. فردا شیدا میری بیرون تو. نکست. سلام بچه ها، محمد از اینکه تو بازی خوشحالم. آقای سینا، من مازیار رو لحنی فکتی هر که بگی شهروند دارم. یعنی مازیار در پوزیشن مافیا بازی من باش بازی کردم، اینجوری بازی نمیکنه. من مازیار رو شهروند دارم. تا توی دک اگر تو شهروند باشی با ایدی ذهن منو خیلی درگیر خودتون کردید. مثلا من نمیتونم بگم تو شهروندی ایدی شهروند بازی، چون جفتتون در پوزیشن شهروند بازی خیلی بازی رو چی میگم بهش، خیلی بازی رو نمیدونم چی میگم بهش، خیلی راحت رد کردید، خیلی معرفت رو نکس دادید. به نظر من بین ایزی و شیدا یا مافیا نشسته. خود سینا آزاده هم مشکوک بازیه. درسته با شیدا ساید گرفته، ولی اکت هم داشت میتونه مافیای بازی باشه. یعنی من بالای خودم 2 تا مافیا دارم، فقط یه مافیا یکی شهروند بازی دارم. یعنی من بین 2 3 4 بیر میزنم 2 تا مافیا رو پیدا میکنم. به همین راحتی. بچرخه. سلام رفقا، مرشادم. عشق میکنم دارم باهاتون بازی میکنم. امیدوارم که بازی خوب باشه. میشه فکت شهروندی مازیار رو بیاری؟ فکت شهروندیش چی بود؟ هم اکتی هم فکتی شهروندش داری؟ سینا آزاده، رفتار شناسی به نظر شیدا مافیاست. فرار رو به جلو داشته، مثلا به تو تارگت زده تو بازی. این رفتار شناسی مافیاست. ازی چیه؟
اومده دل تو رو به دست بیاره، یه تارگت زده شیدا نکس داده. شیر مادر نان پدر حلالش بود داداش. ازی چیه سینا داده نمیدونی؟ این ازیو فردا به ساید من بکنیم بیرون، داره ملق میزنه. این مهمت هم مافیاست به نظرم داداش. رفتارشناسی فکتی مازیا چی گفته مازیا شهروندش داری؟ 2 3 و 4 رو فریز کردی، 2 تا مافیا میخواد دوش در بیاری. ازی میزنی گردن. جانم دوست دارم. بیا نکس. سلام بچه ها، سپید شهرتونم. وقتی شهروندم دوستان، شهروندی ما تو روند بازی به شهروندان ثابت میکنم دخالت. آقای شماره 6 بازی، تو از شماره 5 بازی خورده میگیری با چه فکتی شماره 1 بازی شهروند داره؟ مگه تو 1 بازی مافیا داری که الان اومدی از شماره 5 بازی خورده میگیری که چرا اونو شهروند داره؟ اصلا نمیخونه دیگه، نمیخونه. مثلا سینا آزاده، اگریسیو شدنت سر شماره 2 بازی خیلی مسخره بود. مثلا 2 بازی گفته سینا آزاده نکس، تو میگه کل دکو من شهروند میکنم فردا تو رو بدم بیرون. ازی هم یه ذره چیزه، برگشت میگه برای اینکه دل سینا آزاده رو به دست بگیرم مافیاست. نمیتونم، من مافیام بین ایناست. نکس باشه بچه. دوستان شهرادم، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. آخه اینجوری نکن دیگه، تو بیس مافیا باشی منو. اینا بیا این مال تو این وری. آقا اول شیدا همین الان میاد رو ماک، سینا شهروند مافیاست. نمیدونی؟ خب سینا پس یه دست من رو فردا برای خروج شیدا داری. همین الان دارم بهت میگم، همین الان یه دست من رو برای خروج. کل فرصت فکتیشو گذاشته روی تو الان میگی که نمیدونم. همین الان میخواستم میگم بین تو و سینا. همین الان میخواستم میگم بین تو و سینا. کل فرصت فکتیشو گذاشته روی تو. به ازیه که به تو تارگت زده، به ازیه که به تو تارگت زده به تو ربطی نداره. یک نفر تو رو قطعی مافیا داره، اظهار نظر راجع اون باید بکنی. به تو چه ربطی؟ شیش چیه؟ تموم شد و رفت. بسته که به تو تارگت زده اظهار نظر نکرده. فرصت فکتی تو میگی سینا رو نمیدونم. سینا یه دست من داری برای خروج شیدا. تو از همین الان تو روز یکم مافیا باشی که تموم شد رفت، دسته بس. ولی ساید مجزای من با این شماره 5 به نظر. آقای شماره 5 چرا به سینا تارگت زدی اصلا؟ تو میگی سینا آزاده من مازیار رو شهروند دارم، این بازی شهروندی شو. سینا به مازیار گفته تو برام مشکوکی براینده، ولی تو رو میذارم برای فردا. شیدا برای من مافیاست. به مازیار نگفتی تو این بازی که مافیا. تو کل فورت شهروندی برای مازیار رو بردی. بعد 2 و 3 رو مافیا داری، تو بین 2 و 3 مافیا داری، درسته؟ یه 2 رو مافیا داری. فورس فکتی سینا رو شما دو، تو چرا داری به میگی مافیا؟ چرا به سینا اصلا بی رفت به سینا گفتی مافیا؟ بعد سر صحبتم توضیح الکی دادی. یک و نمیدونم شما سه تو این بازی کلی شهروند و اونم شهروند باشین و الو بلا این چیزا. من نمیدونم بازی در نمیاد، بس تو مشکوک داری. نیست ساید مستقل من با شماره 5 در میاد. ولی شیدا من نظر من فردا باید خروج پیدا کنه. اصلا کاری ندارم. تو معارفه بازی رو به سینا آزاده باختی. تو آقای مرشاد تو معارفه شماره 2 که ازش کاور کردی به سینا تارگت زدی، بازی رو به سینا باخت. چی میگی؟ شماره 2 سینا رو مافیا نداشت، کل فکت فرسی سینا رو شماره 2 بود. چیکار می‌خوای بکنی؟ تموم شد و رفت. بچرخ. عرض ادب آقای عزیزم، خیلی خوشحالم باتون بازی کنم. آقای شهراد، من آقای سینا رو خیلی شهروند دارم. من چیم؟ از نظر من آقای سینا میتونه شهروند بازی باشه. یه دونه مافیا میخوایم بکنید. آقای سینا من تو رو خیلی شهروندت دارم، امیدوارم که اشتباهات نکرده باشم. شیدا باید فردا صحبت کنه. مافیا میخواید بکنید بیرون؟ فردا یه روز به من اعتماد میکنین، یا من مافیام که آقای ازی رو شهروند پیدا کردم، شهرونده رو میخوام بکنم بیرون، یا من یه مافیا گرفتم، یا من مافیام یا آقای ازی.
خانم شیدا فردا باید حرف بزنه. چه میدونم بین 5 6 7 8 شاید یه دونه باشه یا نباشه، مثلا کاری به اینا ندارم. آقای ازی تو این بازی مافیایی بازیه، ازی تو این بازی مافیاست. حالا بین یک میخواید بگردید فردا 10 مافیا، من کاری به این حرفا ندارم. سینا رو من گرفتم شهروند بازی، شیدا باید فردا حرف بزنه. من سینا رو قطعی شهروند دارم، اصلا بستم رو شهر. یعنی اگه مافیاست بازی رو، یعنی اگه مافیایی بازی رو بردی تموم شده رفته پی کارش. تو این از شما فردا یه سایت میگیری بین من آقای زی. آقای شهرات، من آقای سینا رو من شهروند دارم. فردا چالش بگیر بگو محسن بازی رو باخته به سینا. فردا چالش بگیر. اگر شهروندی میشینی سر جات، اگر مافیای جیگرشو داری سر شماره 1 چالش میگیری میگی که آقا شماره 9 محسن بازی رو باخته به سینای باز. جیگر اگه مافیا، اگه شهروندی باید با من بازی کنی، باید با من بازی کنی. سایت در بیاد. آقای ازی میره بیرون. نفر بعد. آقا سلام، من اسمم پویا، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. من که شهروندم. یه چیز خیلی راحت بهتون بگم، فردا مافیا به من تارگت نمیزن اگه شهروند به من تارگت نزن. این محسن یوونتوس اون شهرات قبل خودتو میبینی، اون کل بازیشو گذاشت رو این که سینا آزاده تو این بازی شهرونده، یعنی شو شهروند پیدا کرده. سینا آزاده به کل دک گفته سینا آزاده رو میخوان چیکار کنین؟ شیدا مافیا از موزه رو تو معارفه به سینا آزاده باخته. چرا کل معارفت گذاشت رو این که با شهرات دیالوگ کنی، مثلا شهرات ببری زیر سوال؟ حتی اگه شهرات مافیا باشه تو معارفه رو بد فهمیدی، مقصرم خودتی، به من هیچ ربطی نداره. پس تو دیگه تو ذهن من مشکوکی. تو ذهن من مشکوکی. مرشاد تو ذهن من مشکوکه. مرشاد تو بازی فهمید که ازی خیلی مافیا است. ازی خیلی مافیاه. حالا سینا آزاده رفته باهاش دیالوگی شروع کرده. سینا آزاده که نفهمیده ازی مافیا است، میتونستی یه تارگت به سینا آزاده بزنی. چرا گذاشتی به سینا آزاده تارگت بزنی، بری به محمد تو ازی تارگت بزنی آقای مرشاد؟ پس به نظر من مرشاد مشکوکه، محسن یوونتوس هم مشکوکه. حالا بخوام بازی رو یک کم اینور اونور کنم، میتونم اینطوری بگم بین شهراد، محسن یوونتوس، ازی، مرشاد 2 تا مافیا است. چون 4 تایشون سر کارت 2 نفر با هم دیگه به مشکل برخوردن. یکی سر کارت مازیار، یکی سر کارت سینا آزاده که این محسن یوونتوس اصلا نفهمیده شهراد در مورد سینا آزاده چی گفته. اوکیه؟ پس چیه شهراد؟ چیه؟ تو مافیه؟ چیه؟ واسه من اون شکلی نکن. تو مافیه؟ چیه؟ من اینو اون نیستم واسه من بیای بالا بگی من چیم من چیم. تو مافیه؟ چیه؟ محسن شهروند تو مافیه؟ چیه؟ اونطوری با من صحبت نکن. من اینو اون نیستم مثلا برم تو موضع ضعفا. تو مافیه اصلا مسلم تو کاور میکنم. تو مافیه؟ چیه؟ چالش بدیم به شهروند فردا با هم دیگه ساید بگیریم. واسه من این شکلی اون شکلی نکن. من اینو اون نیستم. اوکیه؟ واسه من این شکلی نمیکنی. نکس. مرسی، ممنون. معارفتون که تمام شد، لطفا تصویراتون رو ببندید. مافیای عزیز، تیوی من، خودم میرم تیویتون. مرسی تیم مافیا. روز میشه و شهر بیدار. 10 تا تصویر بیان بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8. آقای مازیار. اوکی. آقای شماره 1 که بازی با تعارف چالش بفرمایید. بچه‌ها ترناتون رو رعایت کنید. من روز معارفه رو براتون فری گرفتم. روز یک رعایت کنید. بفرمایید. چالش بذار ببینم. 6 مرشاد
اول بذار یه صحبت به خود شیشو به ارشاد بکنم. ارشاد مگه تو منو مافیا داشتی داداش؟ یه نفر به من گفته شهروند، چرا مشکل داری مگه داداش؟ چه مشکلی داشتی که به طرف برگشتی این خورده رو گرفتی یزید؟ ببین سینا آزاده منو تارگت کردی، من داداش خوابم که میاد راحت رای میکشم یعنی اصلا سمت من نیا، منو تارگت نکن. متوجه شدی؟ ببین ازی داداش تو هیچ وقت این پلیر نیستی که همینجوری بیای رد کنی، تو همیشه میای صحبت میکنی، به این فکت تو هم مشکوکی. نمیدونم آقا، روز معارفه بگن نظر معارفه بدی بود، 4-5 نفر همینجوری رو گردن همدیگن. حالا صحبت کنین امروز ببینم چی میشه دیگه، بین همدیگه خلاصه یه سایدی میگیریم دیگه، ببینیم چی میشه. صحبت بالا میشه. گوش بده، تو به نظر خود فکتی شهروند بودی تو روز معارفه؟ فکتی شهروند بودی؟ اینو به من بگو، فکتی شهروند بودی؟ پویا شاتوری که بازی رو خیلی خوب متوجه شده، میگه بین 3 6 7 9 بازی تو بازی 2 تا مافیا نشسته، درسته؟ میگه اون محسن یوونتوس تو بازی معارفه رو اشتباه متوجه شده، یعنی شهرات کل ترنشو گذاشته رو شهروندی اون سینا آزاده، هر کس خواسته تو اون چرچوه سینا آزاده تارگت کنه رو تارگت کرده، درسته؟ گفته اون شیدایی که موزه گفته سینا آزاده مافیاست، موزهشو نسبت به سینا آزاده باخته، بازم شیدا رو میخواد بکنه بیرون. پویا شاتوری دیگه تارگت نمیتونست بزنه، بیس شهروندی تو گذاشتی روز ازی، تو داری از رو کارت ازی به 2 نفر تارگت زدی تو بازی، چجوری توی مربع ازی 2 تا مافیا میخوای بکشی بیرون ها؟ مرسی باز کنی مرسی سایزو ممنون. باز کن، پویا شاتوری میکنمت بیرون، بیت چالش بگی مرسی حتی ممنون. میکنمت. چالش شماره 2. چالش میدم به شهرات بعد من. نه میدم به نه میدم به نه میدم به شهرات. ببخشید نسوزون، ببخشید میدم به شهرات، چون من پویا شاتوری و شهروند دارم. حتی چالش هم نگاه میکنم بگه بکی میدم. تو که نمیتونی پویا شاتوری رو بدی بیرون، فکتی براش نداری، فقط چالش گرفتی که کثیف کاری کنی، ذهنا رو ببری سمت پویا شاتوری. من خودم مهشاد تو رو مستقل گردن میگیرم تو بازی. تو کاری که داری به خورده که به سینا آزاده میگیری که سینا مثلا 3 چیه که خواسته پشت دست تو بازی کنه، تو نه 3 رو تارگت زدی نه به 4، فقط یه خورده ریز از سینا گرفتی، هیچ کیو تارگت نزدی روز معارفه. حالا شماره 9 بلند شده فقط یه تک تارگتی 3 رو میکوبه، بین 3 و 9 هم سایده. من سینا دیگه کاری باهات ندارم، ببخشید ترسیدم، یعنی موامو کندن همشون. من سایدم با مهشاد باز میشه دیگه، اسم منو کنار کسی نبرید، فقط مهشاد، فقط. مرسی ممنون. شهرونده تو این بازی. تو فکت شهروندی پویا چیه؟ برای چی پویا شهروند داری؟ پویا رو برای چی شهروند داری؟ برای چی پویا چیکار کرده تو این بازی شهروند؟ تاش صحبت بلند شده 4 تا اسپولو گفته دو داش مافیاست. برای چی پویا شهروند داری؟ تو سه تارگت دیگه داری تو مافیا شهروند داری مگه؟ تو فقط باید تو این بازی با سینا ساید بگیری، نمیذارم تو اصلا حق نداری اسم کسی دیگر بیاری. باشه من تو این بازی مافیا فقط سایدم با تو در میاد. فکتت برای مافیایی من چی بود؟ فکتت برای چی من جز مشکوکاتم؟ اعلام کن. چرا فکتی برای مافیایی من؟ چرا گفتی بین 3 نفر اسم شهرات برای چی آوردی اصلا؟ برای چی؟ یک دونه فکت برای ما بگو شهرات. مرسی تو این خطا رو کردی مافیایی تو این بازی، باید بیاری، فقط نمیذارم کسی سایت مرسی بگیره. ممنون. شماره 3. حالش میدم پویا بعد من صحبت کنه. نه گوش کن، توی بازیتون که خیلی عجیب غریبه. ببین مهرشاد، تو اصلا نمیتونی تارگت بزنی توی اون لوکیشنی که الان رفتی واسه تارگت کردن، یعنی پویا شاد. قبل از اینکه بازی رو بخواید تارگت پخش کنید، قبل از اینکه بخواید اجماع به قول معروف بگیرید دستتون، باید بازی رو گوش بدید. توی بازی چی گفته کی چی میگه. مثلا اون نوحه رو دیدی اصلا نفهمیده شهرات توی بازی چی گفته، اصلا دیالوگای شهرات رو نشنه توی بازی. شهرات فرصت فکتشو گذاشته 2 که چرا 2 موضعش نسبت به اون 4 باخته. حالا تو به اون 4 گفته شهروند کاری نداری، تو اصلا ولش کن. شماره 4 و 2 رو اینا رو کار ندارم. مهرشاد مافیا بازی. چرا مهرشاد میتونه مافیا باشه؟ مهرشاد دورت بگردم تو پوزیشن شماره 6 نشسته بودی، خب یه 5 فورس مافیا داری،
یه ازی و فورستر مافیا داری، یعنی بیس مافیا تو بستی روی ازی، یعنی اینقدر ازی و مرسی مافیا ممنون. داری که گفته به نظرم شیدا مافیاه، شیدا رو مرسی شهروند سینا خورده میگیری. خب باشه من که مرسی زودتر از شهروندی سینا رسیدم، حالا اون تارگت هم که الکی زد. ممنون. من صحبت کنم. این مرشاد فهمیدی من بازی رو خیلی خوب فهمیدم، از من بهتر بودن کسی که از من بهتر بازی فهمیدم. محسن ایونتوس شهرات، محسن ایونتوس 8 نفر قبل خوش فهمید یه دونه مافیا قطعی پیدا کرده، سیف سایدشو بسته با ایزی. چه فکر نکردی محسن ایونتوس بهتر بازی رو پیدا کرده؟ فهمیدی من بازی رو بین 4 نفر دو تا مشکوک پیدا کردم، من بهتر بازی فهمیدم. شهراتی که فهمید سینا آزاد شهرونده، شیدا قطعی به یقین مافیا است، چرا اون نرفتی تارگت بکنی؟ اونا که بهتر از من بازی فهمیدن. حالا ببین شهرات چی میگه. شهرات میگه پویا شادی چرا من مافیام؟ تو مافیایی. آره تو مافیایی، چون تو کل معرفی چی نفهمیدی، فقط سر اینکه کارت سینا آزادی مجهول تو بازی چیه رفتی شیدا رو تارگت کردی، خودت مافیا مستقل تو بازی نشی. یعنی فقط سر اینکه سینا آزادی تو بازی چیه رفتی یه تارگت به شیدا مرسی زدی، سر اینکه دل سینا آزادی رو به دست بیاری. ممنون. فکت مافیایی من چی بود؟ تو چالش گیری ممنون. فکت من نبردی ها. ممنون. شماره 10. ببخشید میام رو مایکا، این شماره 5 نیست، یک منتظرش وایس تا بیاد. چالنجمو میدم به شماره 9 بازی بعد من صحبت کنه. ببین آقای محسن، تو اگه مافیایی خواستی منو تو معارفه کنسه بدی، من کنسه رو خوردم. خوبه، من کنسرت خوردم. ببین با اینکه شهرات تو معارفه از شهروندی من رفت دو رو تارگت کرد، یعنی اصلا به من نگفت مافیا، به من گفت تو دست من. شهرات تو گفتی شیدا سینا آزاده واسه چیه؟ گفت نمیدونم. تو گفتی من میخواستم بگم بین تو و سینا آزاده مافیاست، ولی الان تو چون نمیگی سینا مافیاست، پس سینا تو دست منو فردا داری، درسته؟ تو اینو گفتی. خب تو تارگت هم نکردی، پس تو منو مشکوک داشتی تو معارفه مگه؟ نداشت مشکوک داشتی؟ تا بس بیا برو بیرون، چون الان این نو هم شهرونده به نظر من. آره داداش، بین تو و پویا شاتوری که تو بازی مافیا است. تو خودت پویا رو مافیا داری، درسته؟ پویا شاتوری تو کجایی داداش؟ تو معارفه منو چی داشتی که به این نوع خورده میگرفتی که تو معارفه رو بد فهم؟ هیچی نداری؟ تو باید منو الان کاور میکردی تو ترنت شو شهروند. شماره 2 رو گردن گرفتم، شب شده مافیا رو دیده، به من گفته دیگه تو رو کار ندارم. شماره 9 خود شهرات گفته تو دست منو داری، تو خود شهرات رو تارگت داری، باید منو تو ترنت کاور میکردی دیگه. پس با همین فکت بین تو و شهرات تو بازی مافیاست. آقای محسن صحبت کن، هر کیو مافیا داشته باشی امروز میخوام به ساید تو قدرت بدم، با دست تو یه روز بازی کنم. اوکیه؟ من خودم موزه دارم با دست خود یکی مرسی. اجماع کنم، ولی میخوام با دست تو بازی کنم امروز. ممنون. ببین بچه ها پیام دادم به این شماره 5 من آنلاین هم. ممنونم از چلنجی که بهم دادی. روز بچه ها ببین آقای پویا، اگر شهروندی به کارتت احترام میذاری، فعلا کاری با شهرات نداری. آقای شهرات شما هم همینطور. روز معارفه آقای ازی بدون فکت شیدا رو زده. من گفتم آقا سایدم با آقای ازی در میاد. خانم شیدا روز پا شده گفته یه ساید هست بین شماره 3 و 9. شیدا تو اگر شهروند بودی خودت باید ازی رو گردن میگرفتی. خودت باید ازی تو اگر مافیایی بازی رو مثلا کاری با دیگه ندارم، هر کی شهرونده من سایدم فقط با شیدا در میاد. شیدا رو من گفتم ببین سینایی که انقدر موزش بالاست گفته آقا من میتونم سایت در بیارم ولی تو بگو، ولی کن به تو رو تارگت کرده. گفتم شیدا باید حرف بزنه. یه نفر تو رو بی فکت زده. شیدا تو میلیارد مافیایی، احتمال داره همین ازی یار مرسی. ممنون. سایت برگردی بگیری. تو خودت باید تارگت بگردی ازی بدون فکت تو رو زده. مرسی. من ممنون. سایت ببخشید. ممنون. آقا این شماره 5 هم پیام بهش دادم آنلاین، یه دقیقه یه اینترنت هم کانکتینگه. آقا
رو مایک ها طرف. محمد تصویرتو باز کن. آقای شماره 5. آقای شماره 5. یه دقیقه بچه پیام داده. اوکی. اما صحبت کنم نوبت من. آقای شماره 5 با طرف چالش بفرمایید. چالش کسی خواست؟ آقا من نتم بچه بسید. چالش کسی خواست؟ الان نوبت منه؟ من نمیدونم. آره شماره 5. صدای من میاد؟ صدات میاد ولی اینترنت ضعیفه آقای شماره 5. سینا آزاده گوشیش خاموش شده، احتمالاً علی مولایی مثل اینکه جایگزین خودش کرده. علی یا باید مولایی به نگه جز می‌داریم. سینا سلام است. داشتین. آره علی مولایی به جز. بچه احتمالا این پنجره رو جایگزین کنم، اینترنتش نمیکشه. مرشاد برو با تعارف چالش ببینم این 5. این پویا شاتوری از من چالش میخواد بعد از من صحبت کنه. نگاه کن دارم با شهروندی ها صحبت میکنم تو بازی. اونه که دو تا مافیا آی محسن یوونتوس آی مرشاد تو بازی مافیا روز یک میخوان شورول کنن آی شهرات تو بازی. باید امروز به موضع این دو نفر قدرت بدی. فردا یاکوزایی میخوایم بکنیم اصلا نمیخوایم بکنیم اصلا کار نداشته باش. شیدا چرا مافیاست؟ اون شماره 9 میبینی تو روز معارفه با سینا آزادی که گردنش گرفته اون شیدا رو که مجهولش داده گفته تو شهروندی، ولی سینا آزادی شهروند یک روز به اون شیدا مجهول تو بازی موضع بده. فعلا گردنش نگی تو بازی، کاری نداشته باش. اون ازی فقط گفته شیدا نکس تو بازی مافیاست، نکس داده، شیشه رو قطعی گردن گرفته تو بازی. یه سایت فهمیده بین 3 و 9. اون 9 تو بازی موزه داده به اون شیدای شهروند، کار شهروندی کشیده، درسته؟ اون فهمیده بین 3 و 9 باید موزه رو انتخاب میکردی بین 3 و 9. آره کتاب بازم من کتابم خیلی بازه خانم شیدا، اینطوری میگیرمت. امروز یه رأی میکشین زیر شیدا میکنینش بیرون، فردا من و محسن یوونتوس تو بازپرسیم. اوکی ها شهرات دیگه باید بازپرس تو بازی باشه، نباشه اگه ما هم نیومدم تو بازپرسی فردا تکرای منو میکنی بیرون تو بازی. فردا منو تکرای میکنی بیرون تو بازی. فقط شیدا رو تو بازی میخوام بکنم بیرون، فقط شیدا. ببین مرشاد هست اگه شیدا رو مافیا داری باید بگی سینا آزاده تو این بازی مافیا است، چون سینا آزاده معارفه گفته فقط شیدا رو از این بازی میکنم بیرون. امروز فهمیده بین من و شهرات تو بازی ساید است. خب من میخوام شهرات الان کاور کنم، چیکار میخوای بکنی سینا آزاده؟ جایگزینم شدی علی مولایی مدیر، چی میخوای بکنی؟ میشه مگه تو کل معارفت رو بسته بودی که یه نفر تو بازی مافیا است، امروز گفته کاری به کارتون ندارم ولی گفته پویا شاطری به نظر من شو شهرونده. مرشاد تو گردن منی که میخوای بری پویا شاطری رو تارگت کنی. چطوری فهمیدی بین من و شهرات ساید است؟ شهرات سر شهروندی تو رفته رجا تارگت کرده، تو رفتی شهرات تارگت کردی، من سر مجهولیت تو اصلا تو رو هیچی نشناختم تارگت کردم، چطوری تونستی من تارگت کنی؟
نمیدونم آقا، بازی عجیب اصلا حس میکنم روند بازی تارگت خوردن مافیا نیست، چون تو معارفه من این خانم تینا رو خیلی مشکوک داشتم ولی راجبش صحبت نکردم. چاکر داشتم جان آقا. من خانم تینا تو معارفه خیلی معارف تو ماستا، نمیدونم بازی که عجیب غریبه واسه حالا علی مولایی هم جایگزین سینا آزاده شده، نمیدونم یه چالش بدین علی مولایی جای سینا ببینیم چی میگه. یکم زود ساید نگیریم بچه‌ها، کم تو ساید گرفتنتون دقتون، چون طرف بیرون بخونی 1% شهروند من فردا بهتون رحم نمیکنم اگه تو بازی باشم. نکس. من چالش هم میدم به بازی، بعد من بازی صحبت کنه. چی داری میگی عدی؟ من صحبت کنم، به دادم دیگه. نعیم جان من صحبت کنم فقط نعیم جان من صحبت کنم یا شما رفت؟ بفرما آقای ادمین، بفرما. آیا علی مولا بفرما چالش هم داری. آیا علی مولا چالش میخوای شما؟ پس شهرات بعد من صحبت کنه. یه دقیقه گوش کنید بچه‌ها. سینا آزاده دیالوگی که گفت چی بود؟ گفت شهرات تو منو مشکوک داری؟ شهرات که لایک داد گفت تو داشتی از کارت من به شیدا میزدی. خود سینا آزاده شهرات جان داشت از کارت پویا به تو تارگت میزد. تو اگه شهروندی باید این موضوع رو بفهمی که سینا آزاده انتخاب کرده بین تو و پویا تو روند بازی مافیایی. همون فکتی که خودش برای تو برد رو خودش نشسته. سینا آزاده روز معارفه برگشته گفته شیدا تو روند بازی قطعی مافیایی بازیه. شیدا امروز کاری با اون نداره، رفته جای دیگه تارگت تولید کرده. سینا آزاده هم گفته پس شیدا عجب دختر خوبیه، رفته سراغ شهرا دیگه با پویا شاتوری سایت گرفته. علی مولای شماره 4 عذرخواهی میکنم، پلیر عوض شده ولی نقش عوض نشده. شماره 4 به نظر من تو روند بازی قطعی مافیای بازیه. حالا چالش بدید علی مولا. چی شد مگه چالش نمیخواستی که؟ شیطون بلا، نقش عوض نمیشه متاسفانه. آقا مرسی. گوش بده علی مولا، الان هر چالش نداری، پلیر قبل تو بوده باگ داده، اگه شهروندی فقط دیالوگ میکنه. سینا داده به من میگه تو روز معارفه منو مشکوک داشتی، من بهش لایک دادم. گفتم شیدا تو سینا رو مافیا داری؟ گفتم سینا داده من بین تو سینا میخواستم میاد سایدت، ولی تو معارفه بازی رو به سینا باختی. سینا پس یک روز دست من به دست تو برگرد. من توی بازی یه چیز فهمیدم که امیر ادمین هم من شهروندم هم ده. چرا؟ چون شماره 3 شماره 2 4 باش ساعت گرفت، به 4 تارگت نزد، با 6 ساعت گرفت. شماره 3 9 گردنش گرفت، با 9 ساعت نگرفت، با 6 ساعت گرفت. یعنی جفت شما دوتایی که 2 نفر گردنگیر داشتین رها کردین تارگت های خود رو با مرشاد. به مرشاد که نمیذارم شما تا این کنین بازی جان. آقای مرشاد ازی مگه نگفتی سایدت با 6 در میاد؟ مگه نگفتی سایدت با شما 6 در میاد؟ قطعی یک رای میدیم به شماره 2، یک رای میدیم به شماره 3. تموم شده. بچرخه. چالش میدم به شماره 2 بازی، بیا صحبت کن شماره 2. آقا اذیت نکنید. ادمین تو شهروندی، من شهرات و شهروند دارم، هم شهروند دارم، خودم هم شهروندم. میگی علی مولا مافیای بازی، من کار ندارم، میکشم زیرش، کار ندارم. من روز معارفه تارگت زدم، من مستقلاً 6 رو میخوام. هر کیو میدی بیرون باید بازپرسی منو مهرشاد رو بخوای. یارش هم میتونه 9 باشه. حالا شاید بگی مگه 4 بازی با 9 یاره، بگه 9 یارم، تو کیو میدی بیرون؟ آقای شماره 9 مگه تو خودت هنوز 3 رو مافیا داری که به جرم این که من به 3 بازی نمیزنم داری تارگتم میزنی؟ نمیذارم با نقش شهروندی بدینم بیرون. یعنی خودم رو وسط دک قربونی نمی کنم. فقط من و 6. ادمین جان 4 بره، من با دست زمین. من تو رو شهروند دارم، من شهراتم شهروند دارم، پویا شاتوری هم شهروند دارم. فقط امروز بذار من باشم، فردا با مهرشاد بیام تو بازپرسی، من با دست تو رای میدم 4. بذار من با مهرشاد بیام تو بازپرسی، سایدمو تو بازپرسی با مهرشاد باز کنید. لطفا امروز با من اصلا کاری با من نداشته باشید. من و مهرشاد تو بازپرسی. خب طبیعتا که من چالشم دادم بچه‌ها. طبیعتا که بین مهرشاد و شیدا یه سایدی هست، چون هر از گاهی بینشون هم میخوره و میریزه رو یکی‌ها. قطعی بینشون یه سایت هست. شهراد یه سایت هست، میگم شهراد مهرشاد سایت هست بینتون.
ناکن این که آقای محسن یوونتوس تو روز معارفه برگشتی گفتی من یه ازی و قطعی مافیا این دک دارم دیگه، درسته؟ یه شماره 4 بلند شده گفته ازی شهرونده چون میخواد با من تعامل کنه یه دوریو بدم بیرون. خب تو اول باید گذر به شماره 4 میخورد، بعد 3 بازی و مافیا میگیری. الان اومدی از 2 خورده میگیری، میگی چرا 3 بازی و تو مافیا این دک نداری؟ تو باید گذرت به 3 مافیایی هم میخورد. از نظر من محسن یوونتوس قطعی مافیا این دکه. بین شیدا و مهرشاد هم یه سایدی هست، چون از بینشون هی هم میخوره میرزه یه جای دیگه. نکس باشه. ادمی حرفای علی مولا رو باید بشنویم. ادمینا اجازه بده. علی مولا بیاد با صحبت. علی مولا صحبت. آقا من نمیدونم سینا چی گفته چی نگفته، صحبت‌های روز معارفه هم کاملا نشیدم، اونطور چون سینا بهم گفت نشستم جاش. یه صحبت‌های ترن سینا رو شنیدم که گفت محسن یوونتوس رو شهروند دارم، به موزه قدرت میدم محسن یوونتوس. درسته خانم شماره 7؟ الان شما محسن یوونتوس رو قطعی مافیا دارید، بین 2 و 6 میگی یه سایده. 9 که داره 2 رو میکنه بیرون، 9 که داره 2 رو میکنه بیرون، پس الان باید بگی 2 قطعی شهرونده. الان باید بگی 2 قطعی شهرونده، بگی 2 قطعی شهرونده. محسن یوونتوس رو که قطعی مافیا داری، بگی مرشادی که داره با 2 ساید میگیره، مرشاد هم مافیاست. امروز که اگر این شماره رفت نکنید بیرون به شعورتون توهین کردی. امروز اگر این شماره رفت نکنید بیرون که به شعور مافیاییتون توهین کردی. من شهروندم تو این بازی. شهرات هان آیا ادمین من شهروندم تو این بازی. چیکار می‌خوای بکنی؟ چیکار کنیم الان؟ من شهروندم تو این بازی. تو میری بیرون. ساید گرفتن با من تو میری بیرون. ساید گرفتن با من تو میری بیرون. آره داداش. شهراد سینا به تو تارگت نزد که حرف منطقی زد. گفت شهراد تو میگی اول میخواستم بگم بین شیدا و سینا مافیا هست، بعد که شیدا گفت نمیدونم سینا چیه گفتی پس شیدا تو قطعی مافیایی. یه حرف منطقی زد، به تو تارگت نزد که شهراد اینطوری اگریسیو شدی. خیلی حرف منطقی زد، به تو تارگت نزد که. از نظر من مرسی 7 ممنون. مافیاست. به شیدا الان میگه میکشم زیر 4، نمیگه میکشم زیر 6 که کل ترنو داره 2 نشون میده تو تصویر. میگه میکشم زیر 4. عملا مرسی داره میگه ممنون. من بازپرسم تو این بازی. بازپرس تو دک نشسته بلند شه گردن بگیره شیدا رو. مرسی. آره 8 گوش بده الان. ببین که سپیده تا خیلی تو از کل بازی فهمیدی بین 2 و 6 یه دونه سایده. امروز یه رأی بدین ازی از بازی بره بیرون. امروز یه رأی بدین ازی از بازی بره بیرون. ازی تو این بازی نشاد. ازی تو این بازی خیلی فهمیده. ازی ساید تو این بازی با کی در میاد؟ ازی من تو با سایدت که من با اون میام تو بازپرسی. ساید حرف نه، عدد بگو همین الان بگو. عدد مافیات کیه؟ 9. آقای علی مولا داداش آقا ببخشید من نمی‌تونم. نوبت من. آقای ازی بفرمایید صحبت کن. صحبت میکنم. بچه‌ها 2 ثانیه میذاشتید از رو حرفای من بگذره، بعد اینطوری حرف میزدید. اصلا دیالوگا رو دقت نمیکنید. مثلا اون مرشاد دائم داره عکس میده 2 بره 2 بره 2 بره 2 بره. مرشاد اول سوایت صحبتاشو گوش کن ببین چی میگه توی ترنش، بعد بگو 2 بره 2 بره 2 بره. مثلا سینا آزاده اصلا صحبتای معارفه اون نوحه رو نشده. میگه نوحه میخواسته موضع من قدرت به موضع خودش قدرت بده یه 2 بکنه بیرون، در صورتی که نوحه توی ترن روز معارفش بسته بوده ازی مافیا، ازی قطعی مافیا بازیه. خود آقای محسن یوونتوس امروز فکت معارفه من رو میاره، میگه بدون فکت به اون 2 تارگت زده، خودش بدون فکت به من تارگت زده بود توی بازی. خیلی غیر منطقی تارگت زدی. الانم تو داری سایدتو با 2 میگی. به نظر من محسن یوونتوس که قطعی مافیا بازیه. نمیدونم مهرشاد توی بازی چی هستی، ولی بازیت به درد امروز نمیخوره. امروز نمیذارم ساید تو 2 باز بشه، مرسی. فقط ساید من با اون 9 باز. مرسی ممنون. ببینید بچه‌ها، من که شهروندم.
فکر کنید مثلا آقای مرشاد با نقش مافیایی برگشت گفت من یکی رو بکنم بیرون، من و مثلا شماره 9 با هم شو بشیم. من بقا بستم روی شهروندی شماره 4 از روز معارفه و این آقای مرشاد. آقای پویا رو و آقای شهراد گفتم آقا اگر هر کدوم این شهروند هستید همدیگر رو فعلا رها کنید. من خیلی مافیای خوبی هستم. روز معارفه آقای ازی بدون فکت گفتش شیدا بره بیرون، قطعی مافیاست. سینای تو بازی آقای علی مولا اگه شهروند هستی برگشته گفته آقا شیدا بره، گفتم آقا شیدا باید فردا حرف بزنه. من ازی رو قطعی مافیا دارم. روز شده خانم شیدا اگر تو شهروند بودی فقط باید میگفتی ازی سایت. من که خیلی مافیای خوبی بودم که گفتم که تو باید حرف میزدی. امروز همه شهروندا رای میدن آقای ازی میره بیرون، فردا بازپرس منو میاره بالا و خانم شیدا. بازپرس منو میاره بالا و خانم شیدا. بین این دوتا اگر مرسی مافیا ممنون. نباشه نوش جون مافیا، تبریک به مافیا، تموم شد رفت، مافیا بازی رو برد. من بین این دوتا قطعه به یقین مافیا دارم. اگر مافیا نباشه مافیا نوش مرسی جون بازی رو برد، تموم شد رفت. مرشاد صحبت کن. حالا یه فکت دیگه واسه شیدا میارم، گوش به حرفای من بدین. اون پویا شاتوری معتقد بوده من آقای سینا آزادی مایک شماره 4 رو آمبول کردم بهش تارگت نزدم. شیدا معتقد بوده سینا آزاده رو آمبول کردم ولی بهش تارگت زدم تو بازی که سه مشغولو گفتم چی داری تو بازی های سینا آزاده. این بعد ذهنش فهمیده پویا شاتوری سیت 10 تو بازی شهرونده، درسته؟ کتاب باز نشون بده. امروز یه سایت میگیره های شهران. گفتم فقط دو. خانم شیدا معتقده من مافیام، یه سایت بین 3 و 9. نگاه که آقای ازی پلیر اون نوحه رو میبینی، اون سینا آزاده گفته من با یه دیالوگیت که به من گفتی شهروند تو بازی غرق کنست هم میخوام تو بازی بهت موضع بدم. اون سینا آزاده که قبلی اون کارت قبلیه، کارت نه حالا هرچی گفته ما غرق کنست مرسی هم تو بازی میخواد بهش موضع بده. امروز ساید منو موسویم تو در بیارین دیگه، فقط تو شیدا. چرا بازپرسی خانم شیدا؟ امروز برو بیرون. چی هانتری پزشکی هرچی هستی برو بیرون، فقط شیدا. مرسی. ببین آقا یه لحظه گوش بده. ببین مرشاد تو محسن ایونتوس الان خودتون با هم دیگه اختلاف دارید. محسن ایونتوس سایدش میخواد با 3 در بیاره، تو میخوای سایدتو با 2 در بیاری. محسن ایونتوس میگه من بین 2 و 3 مافیا دارم. اون 3 بخونه شهروند فکر میکنی محسن ایونتوس من اجازه نفس کشیدم به تو توی دک میدم؟ اگه اون 3 بخونه شهروند دیگه به 2 وصیتم کنی من نمیذارم 2 بری بیرون حتی اگه مافیا باشه. چی میگی آقا؟ من نمیدونم چیکار دارین میکنین. میخواین سایدتون رو در بیارید، دوتا با هم دیگه میاد دفاعی، یعنی مرشاد و شیدا با هم میان دفاعیه، ازی و محسن ایونتوس هم با هم میان دفاعیه، نه اینکه یه نفر بیاد دفاعیه، با هم میان دفاعیه. حالا ببین شهرات تو فهمیدی اون خانم تینا خیلی بازی چرت و پرت متوجه شده، اصلا بازی که متوجه شده خیلی درست نیست دیگه. چرا به اون تارگت نظری گرفتی؟ به ایزی گفتی ایزی بیا برو بیرون، من تارگت رو بگم بیاد بازپرسی. این کار تو یعنی چی؟ من که دیتا شهروندی تو بازی وارد شده، از امیر ادمین دیتا شهروندی من وارد بازی شده. حالا یه باگ امیر ادمین رو بگم. این امیر ادمین تو مافیایی، ساید منو با شهادت در بیار آقا. تک رای می‌دی شهادت از این بازی میره بیرون، تک رای می‌دی شهادت. تو چیه؟ تک رای می‌دی شهادت از این بازی میره بیرون. من فردا میرم بازپرسی. هی من چیه؟ تک رای می‌دی شهادت از این بازی میره بیرون. یه دونه فقط شهادت. 9 نفری رای می‌دی شهادت، من میام بازپرسی نکس میام تو بازی. هی من چیه میگه تو مافیایی چیه؟ تو گفتم از تو میترسم من چی؟ تک رای فقط شهر امیرعلی هم معتقد مرسی بود من ممنون. شهروندم، از کارتون به تو تارگت زدم. پس فقط رای میدین شهر از این بازی میکنیم بیرون به ساید ما. تموم شد. هی من مرسی چیه؟ ممنون. تموم شد. فقط شهر نکس. مرسی ممنون. مرسی ممنون. بچه بریم برای برآیند رای گیری. بچه کسی هست اینجا بتونه دقیقا رای گیری رو بگیره؟ من خود اینترنت هم دیلی داره. کسی از پایین هست بتونه رای گیری رو بگیره؟ خانم نیکی.
اوکی کسی جواب نداد انشاءالله. خب خودم میگیرم دیگه. اکتی نباشه بچه، دیگه اکتی نباشه. بفرمایید. رای گیری میکنیم برای شماره 1 بازی. اوکی بدون رای. رای گیری میکنیم برای شماره 2 بازی. 1 رای مرشاد، 1 رای شماره 7، 1 رای شماره 9 و 1 رای شماره 1 بازی. 4 رای. رای گیری میکنیم برای شماره 3 بازی. 1 رای آقای شماره 9 بازی. رای گیری میکنیم برای شماره 4 بازی. 1 رای آقای 5، 1 رای خانم شماره 2. رای گیری میکنیم برای شماره 5 بازی. 1 رای 4. رای گیری میکنیم برای شماره 6 بازی. 1 رای 7، 1 رای 3، 1 رای 2 نمیاد. رای برای شماره 7 بازی. 1، 2 رای. رای تأخیری بود. رای برای شماره 8 بازی. 1 رای، 1 رای. رای برای شماره 9 بازی. 1 رای 7. ازی فریزت دارم. اوکی. رای گیری برای شماره 10 بازی. 1 رای شماره 8 بازی. اوکی. شماره 2 تک دفاع. تارگت کاور خانم شماره 2. تارگت هم میدم به 4 بازی. آره کاورمو. کاور کی میخواد؟ ادمین. امروز بدون هیچ ترسی میکشید زیر شماره 2 شیدا از بازی خارج میشه. بدون هیچ ترسی میکشید زیرش، با 9 تا رای خارج میشه. فردا نه مرشاد جواب پس میده، نه محسن یوونتوس شماره 9 جواب پس میده، نه کس دیگه. فقط مایکتون رو باز میکنید، خوند شهروند میگید علی مولایی شماره 4 گفته. علی مولایی رو با تیپا بکنید بیرون. منو میکنید بیرون تو بازپرسی، منو میکنید بیرون تو بازپرسی، دک مافیا رو وصیت میکنم. خب از نظر من 3 و 7 که قطعی ان تو این بازی. 3 و 7 قطعی ان تو این بازی. شیدا با 3 و 7 بازی کرده، پس شیدا هم واسه من میشه یارشون. شیدا با خودش چیزی که داره از دک میکنش بیرون ساید نمیگیره، میگه میکشم زیر 4 بره بیرون، فردا من با 6 تو بازپرسی. برو بیرون شیدا، برو بیرون. حتی اگر شهروندی من تو رو گردن میگیرم، من تو رو گردن میگیرم. هیچ کس نترسه، رأی بدید بچه‌ها. شیدا با 3 و 7 بازی کرده، 3 و 7 تو دفاع نیومدن. شیدا اومده تو دفاع. کوزووس اینجا، ما پنگوئن در حال چرخش هستیم. خود محسن یوونتوسی که میگیره دست واسه کاور آورده بالا. وقتی بهتون میگم شماره 4 تو این بازی کارتش مافیایی، وقتی رأی نمیدید همین میشه. علی مولا تو این دک که مشخص مافیای بازیه، معتقد 3 و 7 تو روند بازی مافیان، چون شیدا بلند شده گفته 2 تا یارام دارن با هم علی مولا رو میکنن بیرون، پس بذار منم خطی بکنمش باهاشون بازی کنم. چه این 2 3 7. آره داداش گلم حتما امروز کسی رأی به خانم شیدا نمیده. فردا من و علی مولا تو روند بازی میایم توی بازپرسی. علی مولا رو از روند مرشاد قربونت بشم، گوش کن، 2 نفری تارگت زدید به شیدا، هیچ کی از ساید شما بالا نیومده. چجوری تو اگه شهروندی دلت نمیلرزه؟ محسن واسه کاور آورده بالا. یعنی چی 2 بره؟ تو کل بازی تارگت بوده 3 و 7، 4 و 5، 8 و 10، 3 و 9، 2 اومده بالا این وسط. یعنی بعد مافیا تلاش نشده یه شهروند بیاد بالا؟ هیچ کس رأی نمیده به شیدا امروز.
خب من صحبت کنم. من تارگتم رو دادم 4 چون 4 قطعیه. 6 هم مافیای بازیه. 6 بازی روز معارفه منو کاور کرده، شکلاتش رو پس دادم، تارگت زده به 10 بازی. 10 بازی هیچ اعلام موضعی نمیکنه بگه شیدا تو کاور من کردی تارگت کش شدی. میدونه 6 بازی فقط داره میگه 2. چالشش رو میده به مهرشاد. آقای پویا شاتوری چالشش رو میده به مهرشاد. پویا شاتوری مهرشاد میخواد فقط منو تارگت کنه. بعد بلند شدی دیالوگ کردی گفتی هم رای میدم به شیدا هم 6، هم رای میدم به 4 هم فلان شهرات. ندیدم به مهرشاد رای بدی، ندیدم به علی مولا رای بدی. آقای پویا شاتوری شهرات از تو لپ لپ آوردی. بعد علی مولا 5 بازی داره با 10 دیالوگ میکنه، میگه بکش زیر 4 بازی. علی مولا میگه شیدا بره بیرون امروز، کاری با ادمین نداره. میدونی چرا؟ چون دکتون رو زدم. باید ستایی به من رای بدید. امیدوارم یک شهروند هم دخالت نکنه تو رای گیری من. امیدوارم، چون فردا براتون میشه صحرای کربلا. نکست. مرسی ممنون. رأی خروج میگیریم برای شماره 2 بازی. 1 2 3 4 رأی. بازی اصلا تصویر خانم شماره نداده. 2 بسی. کی تصویر من نداد آقا؟ مهم نیست. شماره 1 مازیار به من رای داد. پزشک ادمین رو سیو میده. خب من که شهروند بازی بودم. مازیار اصلا حق نداشت. محسن که کاور منو گرفته بود، اونم اشکال نداره. من تارگت خودم رو میخوام بیاد بازپرسی. 6 و 4 بازی بیاد، اشکال نداره. محسن یوونتس رای داده، مازیار رای داده. کی پزشک ادمین رو سیو میده تا آخر بازی. ادمین میدونی من چی بودم؟ از بازی رفتم بیرون. باید 6 و 4 رو با هم بدی بیرون از بازی. بندازی بیرون 6 و 4 با هم. حالا ببینم چی کار میکنی. بازپرس فقط این. ببین بازپرس اگه 6 و 4 رو نیاری تو بازپرسی، آیز بازپرسی میره براشون. شهر رو به گند میکشی. نکس. بعد کسی رو دادی بیرون مایک چهار باید مرسی بری. ممنون. مرسی ممنون. هانتر پی وی من. آقای ازی. آقای ازی. هانتر پی وی من. مرسی. وکیل پی وی من. تیم مافیا. روی نقطه های من. تیم مافیا. مرسی. پزشک. مرسی. کاراگاه. ممنون. بازپرس. مرسی ممنون. مافیا دیگه چتی نباشه. روز میشه بچه ها.
9 تا تصویر بیان بالا. اوکی. در برآیند دیروز خداحافظی کردیم با شماره 2 بازی و اما دیشب خداحافظی میکنیم با آقای شاتوری. استعلام میخواید بچه‌ها؟ خروجی شما به این ترتیبه: 2 شهروند. بازپرسی داریم. شماره های 4 بازی و 5 بازی. از شماره 5 بازی 40 ثانیه اولتون. نکس. 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 بازپرس پی وی من. مرسی. تصویراتون رو باز کنید بچه. به دستور بازپرس رای گیری به اجباره. از شماره 9 بازی 1 عدد. آقای 5. مرسی. شماره 8. 4. مرسی. آقای شماره 4. خانم شماره 7. 4. 4 2 رای. آقای مرشاد 4. 5 و 4 که نیستن. شماره 3. برو علی مولا، خدا پشت و پناه. شماره 1. شماره 1. گفتم که آقا علی مولا صدام نمیاد. مرسی. آقای مولا وصیت. ببین بچه الان ساید منو میخونه. خب ساید منو که خوند فقط میگید نکس. فهمیدی مرشاد؟ فهمیدی شهرات؟ فهمیدی آیه ازی؟ فهمیدی خانم شماره 7؟ فقط میگید نکس شماره 5. نکس شماره 5. چراغش روشن شده پلیر. خب الان ساید منو میخونه. الان ساید منو خوند. نکس میدید فقط 5. غیر از 5 هر کس دیگه بره بیرون یعنی اصلا چیزی از بازی مافیا درک نکردی. الان ساید منو خون. چراغ 5 روشن شده. مهتابی روشنه وسط دکتون. مرسی. ممنون. ساید شهروند از شماره 9 بازی با تعارف چالش بفرمایید. چالش آقای مازیار. آقای مرشاد، علی مولا مافیا بود، گفته آقا اصلا کاری ندارم به مرشاد، به مثلا اون مثلا نوعی که مثلا دیده مثلا شهروند، اصلا کاری به اینا نداشته باشی، ساید هم با در بیارید با این. آره مافیا بود به نظرت؟ ببین بچه‌ها، شهروند بازی اگر این بازی رو میخواد ببره یه رأی میده آقای شماره 5. فقط 5 میره بیرون از بازی. ما وصیت اون شهروندا. ببین خانم سپیده تارگت کردن مثلا نمیدونم اسمت نمیدونم چیه، خانمی که وسط هستش اسمت نمیدونم، تارگت کردن برای من کاری نداره، خیلی آسونه ها. بیام به جنگ مثلا شهرونده مثلا این قول داره این بازی مثلا تو رو ولت کردم. هر کی شهرونده یه ازی که بابا مافیا بود تو این بازی، خود شیدا باید تارگتش میکرد. یه رای میدین شماره 5 از بازی میره بیرون. مرسی. فقط ممنون. یه رای میدین یه دونه مافیا میخواد کم بشه
وصیت شهروند گفت شهرونده رفت بیرون گفته نکس 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 5 بره بیرون تموم شد رفت بیکارش. علی مولا که عمرن کاراگاه بازی نبوده. وصیت میخوای بگیری؟ وصیت شهروندی شیدا رو چرا نمیگیری داداش؟ شما مگه دیروز سایدتون رو باز نکردین؟ تو پا میشی میگی مرشد الان رأیش کشته زیر دو تا شهروند، میگی نباید رأی میکشیده زیر علی مولا، پس چجوری الان مرشد تارگت نمیکنی؟ میگی ازی مافیاست، ازی رو چرا تارگت نمیکنی؟ ازی رو چرا تارگت نمیکنی داداش وقتی اینا رو مافیا داری؟ 5 از کجا در آوردی؟ 5 که برگشته گفته حاجی دو رو نکنید بیرون. نه حاجی اینجوری نیست. علی مولا عمرن کاراگاه بازی نبوده وگرنه الان شهر دیسابیلیتی میشده. چالش میدم چالش میدم به ادمین. ادمین رو که نمیذارم تارگت کنم. دیروز شهروند داشتیم مینداخته اون خریده جلوش. دارم صحبت آقای محسن ذهن یک شهروند باید رأی میداد به علی مولا. تو باید رأی میدادی به علی مولا. بعد وصیت ذهن شهروند بین کسی که از بازی شهروند دیروز اجماع کرده دادیم و کسی کاور گرفته امکان نداشت رأی بده به شماره 5. امروز یک رأی میدیم فقط به محسن یوونتوس. اصلا کاری ندارم تو این بازی. نشاد دیسلایک یا تو که خودت وصیت شیدا با تو سایت گرفته، فقط گفته تو از بازی باید بدین به امیرالدین، گفته فقط تو. پس همون 96 که تو این بازی نوعاد مافیان، تو این بازی 96 با هم دیگه تو این بازی مافیان. رأی من برای 9، رأی من برای 6. میخوام ببینم آیا شما از بازی میریم بیرون یا نمیریم بیرون. تمام شد. محسن یوونتوس میگه وصیت شهروندی که شهروند نقشدار روزه یک کرده بیرون به کتفم وصیتش روزه یک شهروند نقشدار کرده بیرون به کتف چپ و راستم. چرا وصیت 2 رو پیگیری نمی‌کنی که به مرشد گفته مافیای بازیان؟ چه فرق بین وصیت اون شهروندی که تو خوردیش با شهروندی که شهروند کرده بیرون هان؟ آیا علی مولا رو مایکی با نکس کردمت بیرون، با نکس شهروند روز یک میکنی بیرون. تو دفاعی شهرونده گفتم حق ندارید بهش رای بدید. 6 و 9 که تو روند بازی مافیای بازی هستن. کی گفتیم من و 7 و 8 با هم مافیای بازی هستیم؟ قربونت بشم. من و 7 و 8 مافیای بازی هستیم. مازیار قربونت بشم. من و 7 و 8 مافیای بازی هستیم. میذاری این شهرونده رو ببرن؟ این شهرونده که شهروند نقشدار کردن بیرون حق ندارن بازی ببرن. روز یک شهروند نقشدار رو من تو دفاع میگم آقا خواهش میکنم به این شهرونده رای ندید. پلک میگیری زیر شهرونده، پلیر رو با نکس کردن بیرون. آقای مرشاد سابقه مافیایی اگه آقای علی مولا کاراگاه بود شب نمیشد؟ آقای مرشاد اگه آقای علی چراغش روشنه، کی چراغ منو روشن کرده؟ فقط خود میتونه روشن کرده باشه. کی روشن کرده؟ از به دیگه شعور بازی ما توهین نکنید. تو این بازی مرشاد و شماره 9 تو روند بازی مافیان. تموم شد و رفت. اون شهروند اون یکی مافیا رای نده شو میشه عشقم. تو هفته اید اونی که رای نده شو میشه. خیلی راحته. هفته اید هفت رای نده شو تموم شد و رفت. مرسی. من چالش میدم به ازی که صحبت کن. صحبت کنم. مثلا یوونتوس تو چقدر بدی اگه شهروند توی بازی. اون مهرشاده که از تو بدتره. مثلا روزی یک گفتم نمیذارم مهرشاد سایدت با اون 2 باز شه، نمیذارم باز شه توی بازی، نمیخوام سایدت تو باز بشه. ببین الان اون 5-8 با هم دیگه مافیا باشن، شما دوتا براش موضع ندارید، نمیتونید کاری بکنید. امروز روز وقاحته. به نظر من محسن یوونتوس سیفه. من دیروز سایدم با محسن یوونتوس بستم. فقط محسن یوونتوس رو بکنید از بازی بیرون. نمیذارم. فقط محسن یوونتوس. نکس. بازی خیلی آقای محسن من چالشمو دادم. ناکن بچه دیروز گفتید ناکن وقتی که شماره 2 بازی فقط با تارگتاش نیومده بالا اون موقع نباید رأی بدید. من رأی 4 به شماره 2 دادم و گفتم بین 2 و 6 که یه سایت هست.
نوحه که نوآیز مافیاست. الان نوحه بازی برگشته میگه من 3 مافیامو ول میکنم، میام شماره 5 رو میخوام بدم بیرون. آقای محسن یوونتوس با عقل جور در میاد؟ من شهروند الان چیکار کنم تو این دک؟ چیکار کنم تو این دک؟ الانم که ازی برگشته میگه من تو رو دارم گردن میگیرم، تو برگشته میگه من مافیام ول میکنم، میخوام با وصیت علی مولا بازی کنم. آقا من یه رأی هم به تو میدم. آره من یه رأی هم پای تو میذارم شماره 9 بازی. من یه رأی هم پای تو میذارم. تو برگشتی میگی تارگت زدن به تو چیزی نیست، تارگت میزدی. میگفتی تارگت زدن به تو چیزی نیست، تارگت میزدی. مگه من جلو تو گرفتم؟ مگه جلو تو گرفتم؟ مثلا علی مولا برگشته منو 3 و 2 رو میذاره توی سایت. میگه این 3 تا با هم مافیا. با رأی 4 من اومده یعنی بالا. آقای علی مولا به خاطر رأیمو دادم زیرت رفتی. این بازی شهروند میبازه، این بازی راحت شهروند میبازه، خیلی راحت بگید. مرسی. بعد از من محسن یوونتوس صحبت کنه. یه دقیقه گوش بدیم به صحبت های من. اگه قانعتون نکردم دیگه هیچی نمیگم. شهرات 1 و 5 پس شهروند داری تو بازی، درسته؟ 1 و 5 شهروند داری. ادمین و شماره 1 شهروند داری آقای شهرات، درسته؟ گوش بده به من. باشه 9 مافیاست. 1 و 5 تو بازی شهروند داری. اون 3 و شماره 7 باید یه یار شما پیش ما داشته باشینا. درست میگم آقای شهرات؟ 6 مافیاست، 9 مافیاست. آیه ازی میگی تو روز وقاحت بابا یک روز خوش پلی بازی شما در بیاری. چرا همیشه میخوایم بد پلی بازی باشین تو بازی؟ این شماره 2 رو من کردم بیرون، به کارت شهروندی من توهین کرده، گفته شیشه تو بازی کردن من، بکنیش بیرون. موضوع خودمون که نمیتونستم تو بازی بیارم. آقای ازی رفته، بذار میان تایم منو بگیر. این شماره 2 بلند شده به من شهروند تارگت زده، به اون 9 شهروند تارگت زده. چین اینا 9 منم. تو بین تو 7 تو بازی باید یه یار سوم داشته باشن. امیرادمین شهراد شهروند داره، میگه باید وصیت اون شهروند 2 که نقشدار بوده که اینا کردنش بیرون تو بازی، ادمین پوینت شهروندیشو خریده، گفته اونا با ساید اونو وصیت اونو پیگیری کنن، بین 6 و 9 بدن بیرون. ولی اون علی مولایی که میگه چرا کاراگاه نبوده تو این بازی، چرا سبز آقای ادمین تو که گادفادری ادمین تو بازی، قربون چشات بشم، جفتتون شهروندی تو این بازی. آیه شماره 3 تو که باید یارم باشی، دارم اینطوری باید دیالوگ میکنم. مرسی آقای مرشد. بخوام کنسش بدم. پس بچه‌ها نه گوشیش. مرسی از چالش. این گوشیش داره خاموش میشه، من گاد موندم. ترناتون رو رعایت کنید. من صحبت دارم میکنم. آقای شهرات فرض کنم تو شهروندی که عمرم باشی، یه پویا شاتوری بوده گفته فقط تو بری بیرون. گفتم پویا اگه شهروندی با شهرات فعلا کاری نداشته باش. تو اگه شهروند باشی که بابا تو من قبلت باشم که خانم شماره خانم نمیدونم اسمت چیه، اصلا برای من مهم نیست. 100 تا مثل شما جمع بشن مغزشون اصلا نمیرسه به جایی که ببین شماره اینو قطعی با چی گرفتی؟ انو قطعی مافیاست، هیچی تو بازی نداری، هیچی. 100 تا مثل تو جمع بشه عمرن بتونه یه دونه مافیا جمع کنه. 100 تا ببین خانم، 100 تا جمع بشه مثل تو با هم جمع شی، یه دونه مافیا نمیتونید بگیرید، یه دونه مافیا نمیتونید. اگه شهروند باشی یه شهروندی رفته بیرون گفته فقط 5 بره بیرون. شما آقای شهرات تو اگه شهروند باشی یه پویا داشته مرسی آقای شماره 1 برمیگردی میگه نمیتونه کارگاه باشه. از کجا میدونی نمیتونه کارگاه باشه؟ گفته نکس بدی فقط 5 بره بیرون. یه تکلیف ممنونم ازتون. درود رفقا. آقای شهرات بعد از من صحبت کنید. حالا میخوام چند تا فکت قشنگ وارد بازی کنم. آیه محسن یوونتوس، شهرات تو روند بازی عمرن شهروند باشه تقصیر توئه که با پویا شاتوری روز 1 آشتیش دادی. تو چرا آشتیش دادی با شهرات روز 1؟ تو چرا آشتیش دادی؟ آیه شماره 9 چی میگه؟ میگه وصیت یه شهروند شماره 5 بوده. شماره 2 شهروندی که تو خوردیش گفته تا آخر دکتر امیرادمین شماره 5 رو سیو بده. 2 که تو خوردیش چیه؟ 2 که تو خود گفته ادنو تا آخر بازی سیو بده چیه؟ بعد میگه خانم شما رفت 100 تا مثل تو نمیتونه مافیا کنه.
آقای محسن دوست ندیدم تو یه دونه هستی بتونی یه مافیا روز یک بکنی بیرون. تو خودت که روز یک شهروند کردی بیرون. بکنید بیرون 6 و 9 با هم تو روند بازی. مرشاد معتقده که بین 7 و 9 یار داره. تو مگه 7 و 9 شهروند نداری؟ چرا دنبال یار بین اونا میگردی؟ چینت که قربونت بشم عزیز دلم. ببین خیلی راحت میخوام صحبت کنم. یه شماره 9 امروز میاد اینجا. 4 نفر رأی خروج میدن. اگه هر کی رأی خروج نده میشه یارتون. خیلی راحت بازی ایزیه. همین آدمی شهروندی چین نمیتونی تو این بازی. چین به هیچ عنوان نمیتونی تو این بازی. گوش بدین به حرفای من. آقای مصطفی توس خانم شما رفت نمیتونی شهروند مافیا بده بیرون. دیروز آقای شماره 6 سایت گرفت با شماره 2. شما الان رسیدی شهروندی شماره 3 بعد تو هم داشتی شهروند که تارگت می‌کردی. الان چرا شهروند داری داداش؟ تو این بازی شهروند داری؟ دیروز تو داشتی پویا شاطری منو مافیا داشت. پویا شاطری میگفت 2 6 3 به همه تو رای میدم بیاین صحبت کنی. بهش گفتم من چیم لشت گفت تو مافیایی تو هم مافیایی. جان من اصلا مافیا نداشت. این الان کردی فکت مافیایی من. ذهن یک آگاه شهرونده کسی که دیروز به شهروند رای خروج داده گردن گرفته و کسی که کاور گرفته به اون شهرونده رای داده. امروز فقط محسن یوونتوس با این مرشاد هم کار نداره. اول باید محسن یوونتوس بره بیرون. هیچ جوره راه نه. تو الان به من تارگت زدی دیگه. مرسی آقای میگم شهرام. 9 دیگه آقای ازی دارم میگم 9 دیگه. کسی دیگه نگفتم داداش. مرسی آقای تموم شد شهرام. رفت. نفر بعد مازیار صحبت. بچه‌ها به من کسی یه چالش نرسید، یه تارگت هم نخوردم، پس بین رأی خروجا من شهروندم. درسته؟ ببین ولی امروز به من رأی میدید من بیام بالا، منو میارید بالا، 6 رو میارید بالا. آقا گوش کنید، من که میدونم شهروندم، تو کارت مافیا که همچین کاری نمیکنم. تو روز وقاحت 9 رو میارید بالا، 6 رو میارید بالا، منو میارید بالا. ادمین دخالت نکن. من با کارت مافیا که نمیگم تو روز وقاحت بیام بالا. میارید بالا با دست من رأی میدید. 6 میگه 9 شهرونده، 9 میگه 6 شهرونده. هر کدوم فدای اون یکی شدن رأی میکشید زیرش. هر کدوم فدای اون یکی شدن رأی میکشید زیرش. باید مرسی ببینید مازیار جان. داره تارگت میخوره، ولی ببینید رأی میاره یا نه. ممنونم مازیار جان. خب سوده آوردن بالای تو چیه؟ نه ولم کن بابا، چی داری میگی؟ بازی اینطوریه. ایزی ترین حالت ممکنه محسن یوونتوس میاد بالا، محسن یوونتوس خروج پیدا میکنه. محسن یوونتوس معتقد اون پنجه مافیا چون کارتش شو شده، ولی در کنارش میگه ازی هم مافیا ولی اون پنجه بره بیرون. چینه عربی نچینید دیگه. مرشاد توی باز محسن یوونتوس تک دفاع، محسن یوونتوس تک خروج. نه ببین ادمین مقاومت نداره. چین محسن یوونتوس میشه 6 دیگه. درسته؟ چه فرقی داره 6 بره یا 5 یا 9 بره؟ اول 9 میره. ادمین هر کی رای نده میشه یار اون مافیاه. هر کی رای نده میشه یار اون مافیاه. من محسن مرسی آقای یوونتوس ازی. معارفه گرفتم، نذاشتید باز کنم سایدمو. مرسی آقای ازی. شماره 1 مازیار. بذار 5 ادمین صحبت کنه. یه دقیقه به حرف من گوش کن. الان قانت میکنم شهرات. یه دقیقه الان قانت. یه دقیقه حرف بزنم. خب چرا دیست؟ یه دقیقه واسه الان قانت. یه دقیقه وایسی. مرشاد تو روند معتقد من مافیام. چرا؟ چون علی مولایی گفته لامپه روشن شده. درسته شهرات؟ درسته ازی؟ بعد میگه تو گادفادره ای. چجوری گادفادره ام لامپم روشن شده؟ پس خودش گادفادری که داره نقشو میکنه تو پاچه من. پس بین گادفادره و اون روشنه ازی گادفادره رو بکن بیرون که شب نخواد یاکوزایی کنه. الان حرفم غیر منطقی بود شهرات؟ غیر منطقی بود حرفم؟ آیه شماره 1 حرفم غیر منطقی بود؟ این معتقد لامپه روشن شده بعد به هم میگه گادفادر. مرسی آقای قربون صورت مات بشم ازی جون. 6 گادفادره. میشه 6 با نقش گادفادر از روند بازی خارج کنی؟ مرسی من قربونت شدم. مرسی. ادمین قبول دارم، حالا نمیدونم بین 6 و 9
کدوم گادفادر حالا یا کدوم ناتو وکیل نمیدونم، ولی فکتی که آوردی درست بود. راست میگه مرشد، تو فکتی که شما دوتا برای ادمین میاری اینی که آقا یه چهاری وصیت کردی که این لامپش روشن شد. اولا که بعد شاید دیسابیلیتی میشد، این از این، پس کاراگاه که نبوده. بعد تو میگی لامپش روشن شده با کارت گادفادر. داداش ببین محسن، تو چیزی بهت بگم داداش، تو پاشدی سر ترنت پاشدی گفتی مرشاد مافیاست، 3 مافیاست ولی کار ندارم ولی 5 بره. داداش وقتی مرشاد مافیاست چرا 5 بره؟ 5 که اومده کاور 2 رو گرفته که داداش. نه 6 و 9 بیان، ولی من فکر میکنم بین 6 و 9 یه دونه مافیا باشه. نمیدونم جفتشون با هم مافیا باشه. روز یک به نظرم 6 اومد با کارت 9 بازی کرد، ولی حالا به جفتشون رأی میدم، دفاعیاشون میشنویم دیگه. مرسی مازیار جان. خب دوستان صحبت همه رو شنیدیم، میریم برای رأی گیری. اول یه رأی به گاد بازی بدید. خانم تینا، من تصویر شما رو ندارم، دیوار دارم میبینم. هستی، خوبه. با شماره 3 من یه رأی به گاد بازی بدید. 1 2 3. محسن جان خودت دیر دادی درسته؟ حله. میریم برای رأی گیری از سر صحبت شماره 9 بازی. رأی برای شماره 9 بازی آقای محسن یوونتوس، فریز 2 4 5 رأی. آقای ادمین آقای شماره 3 ازی، مازیار، خانم تینا و آقای شهراد. رأی برای شماره 8 بازی آقای شهراد، فریز 1 رأی. شماره 9 بازی رأی خانم تینا تأخیری. رأی دفاع برای شماره 7 بازی خانم تینا، فریز 2 رأی. شماره های 9 و 8 بازی. رأی دفاع برای شماره 6 آقای مرشاد، فریز 4 رأی. شماره های 8 7 1 5 دفاع. رأی دفاع برای شماره 5 بازی آقای امیر ادمین، فریز 1 رأی. آقای مرشاد شماره 6. رأی دفاع برای شماره 3 آقای ازی، فریز بینگو. رأی دفاع برای شماره 1 آقای مازیار، فریز بینگو. 2 نفر رو توی دفاعیه داریم دوستان، شماره های 9 و شماره های 6. آقای شماره 9 درباره میخواین؟ نه خیر. میبندن. آقای مرشاد درباره میخوای؟ به کی میدی داداش؟ شماره 8 آقای شهراد، بفرمایید آقای شهراد. چرا داری میخندی؟ ادمی چرا داری میخندی؟ چرا داری میخندی؟ آقا 9 هانتره 6 بره باشه. 6 آقا رای بدین 6 بره. تمام. مرسی دوستان. شماره 9 و 6 دفاع میکنن. اکتی ببینم رأیتون رو میسوزونم. خیلی هم حواسم بهتون هستش، کله بره چشم بره هر چی بره رأیتون رو میسوزونم، هیچ اکتی نمیبینم. اول شماره 9 بازی. نکته اول، شما خانم چقدر دلم میخواد شهروند باشی. 100 تا جمع بشید 100 تاتون نمیتونن یه دونه مافیا رو تو یه روز تارگت کنن. فقط اون چه میدونم اون مغز مثلا چه میدونم اون نصفه بالای مغز تو تصویر بالاست. اگه تو شهروند بازی باشی، خانم شیدا صدامو میشنوی، ازی تو این بازی مافیا بوده. تو شهروندی یعنی خودت زدی به نفهمیدن کامل. یه پویا داشته تو رو تارگت میکرده، من مافیا یارش پریدم گفتم آقای یار من تو رو آقا پویا این شهروند تارگت نکن. بعد مثلا این مرشاد مافیای بازی، مافیا گادفادر بازی گفته مثلا چه میدونم این با سایدم، یعنی گادفادر میاد ساید میگیره. آخه شما نه، شما پلیر نمیشی. ازی تو این بازی مافیا بودی، مقصر میدونی کی بود؟ خود همون شیدا بود، خودش شیدا بود. ازی تو این بازی قطعی مافیا بودی. یارت هم به نظر من این آقای شهرادی که متوجه نمیشه. آقای مازیار
مرسی یکی آقای رفته بیرون محسن. گفته آقا نکس بدی فلانی بره بیرون، گادفادر نبوده. تو هم آره، تو هم خوب بودی، تو هم خیلی خوب مرسی بودی. آقای محسن. رای بده جوش آقا ما بریم می‌خوری. بازی تموم. نیایید روی مایک آقای مرشاد، تو تا بازی صحبتتون شهروند تموم نشده قربونت. نیایید روی مایک. الان میتونی صحبت کنی، برو. ببخش محسن تو داداش چرا داری خودتو اذیت میکنی؟ شهراد اومده اعلام وقاحت کرده، میگه به نوع هانتر رای ندین، به 6 رای بدین قربونت برم. اون 3 و 7 شهروندن، یعنی یه روز خوش پلی بازی نتونستین در بیارین. مازیار این 6 و 9 من هنوز تصمیم نگرفتم به کی رای بدم به کی رای ندم، کی مافیاست. شهرات بسته رو مافیای اون شماره 9. آیه ادمین قربونت برم، 9 مافیاسا. این شیشه رو ول کن، چی نچین تو 7 نفر. اینا یار سوم بین اون 3 و 7 واسه ما نتونستن بشینن تو بازی. شیدا بلند شده 3 تا شهروند رو تارگت زده، هانتر بوده، به کتف چپ هم هانتر بوده رفته بیرون. فهمیده بازی فقط شیشه مافیاست تو بازی. اون مازیار میگه من مرسی تو بازی مرشاد جان. تارگت نخوردم، کشیده دنگ علی مولا رو کشته، رای 4 کشیده زیر مرسی شیدای مرشاد جان. شوشرمندشون. اینا به هم دیگه تارگت نمیزنن. شما مرشاد مثلا جان میگید مرسی. گروه مافیا. ممنونم مرشاد جان. آقای محسن شما یه اخطار میگیری دوست عزیز. توی دفاعی گفتم هیچی اکتی نداری، حالا که توی دفاعی هستی دیگه نباید اکت بدی. خب شما دوتا لطفا تصویراتونو ببندید، من راحت‌تر رای گیری رو انجام بدم. رای خروج میگیریم برای شماره 9 بازی آقای محسن یوونتوس. فریز 4 رای. شماره های 1 8 5 3 بازی. رای خروج میگیریم برای شماره 5 بازی آقای مرشاد. فریز بینگو. آقای محسن یوونتوس وصیت. ببین امیر امین، تو که مافیا بودی داری میرقصی، یارت هم ازی بوده. شما خانم 100 تا مثل تو جمع بشن نمیتونن مافیا بگیرن. خانم جلو جمع دارم میگم 100 تا مثل تو جمع بشن عقلاشون و مرسی آقای مغزاشون رو محسن بریزن رو یوونتوس. هم نمیتونن مافیا بگیرن. مرسی آقای 100 محسن تا مثل یوونتوس. تو آقای محسن نمیتونن مافیا یوونتوس. بگیرن اگه تو آقا شهروندی. آقای محسن یوونتوس این همه صداتون میکنم دوست عزیز، به شخصیت همدیگه احترام بذاریم. بازی بوده، عصبی بودید، هرچی بوده تموم شده. پس اینطوری صحبت کردن به نظر من اصلا درست نیستش. دوستانی که توی بازی بودن تصویر بدن، من نقشاتون رو بخونم. شماره 1 بازی های مازیار وکیل بازی، شماره 2 خانم شیدا وینتن بازی، شماره 3 آقای ازی هانتر بازی، شماره 4 آقای علی مولا پزشک بازی، شماره 5 آقای امیر ادمین ناتو بازی، شماره 6 آقای مرشاد بازپرس بازی، شماره 7 خانم تینا کاراگاه بازی، شماره 8 آقای شهراد گادفادر بازی، شماره 9 آقای محسن یوونتوس شهر ساده و شماره 10 آقای پویا شاتوری شهر ساده. خب دوستان من که دیگه همین روز آخر رو بودم، هیچ تحلیل و اکتای فلان شب اینا رو هم بکنم برات. اکتای شبم بذارید آقای نعیم بخونه، بعد من ضبط رو ببندم برید واسه تحلیل. آقای نعیم بفرمایید. بله خسته نباش. میگم شب یک که شات شماره 10 بود، پزشک شماره 4 خودش رو سیو داد، هانتر خودش رو بس به شماره 10 بازی شهروند ساده، بازپرسی که شماره های 5 بازی و شماره 4 بازی بود. کاراگاه استعلام منفی شماره 4 رو از من گرفت، ولی نمیدونم چرا رأیش داد به شماره 4. تعجب کردم من. کاراگاه شماره 7 بود آقای مازیار. آره همین بود دیگه. خسته نباشید بچه. مرسی نوید جان. بچه ها من ضبط رو ببندم. یه چیز